Allora, ci gab خبر چی نگریو بدور خواه مردم ای الله بیسور خدا خیر که علیکم السلام و رحمت الله محمد شریف و علیکم السلام و رحمت خدا برادر جان خوب هستید اینجا نیازه سلام علیکم و رحمت الله همه ناس همه تینج علیکم السلام و رحمت خدا برادر جان واسه کلای که کتومونه که صحبت کنیم خیلی خب با اون خاطر میگم هی تاجیکستان با پیش همون یه لایکی بزنه میگم تو چی گپای الحمدلله ساز تینج مجبور باشی تینج باشی نمیدونم برادر یاورو خیر نه ما خون نداریم برادر جان تا سحر همینجا میشینیم این تلفن بازی کرده و سوسو خب واسه همه تنجه سلام علیکم و رحمت الله خوب هستی تنجه سلامتی همت خوب است چی کنی نواز میگم تو 100 لایک شو اقلا خدا حفظم کنه در هندوستان ما در هندوستان برادر جان عزیز علیکم السلام عبدالجبار میدیا الحمدلله صبح از تنج نه سلامتی همه خوب چی گپای همین افیر کنه باید اگون گپ سخت باشه دماغی گنده مرده نداره بله عادل صبور گفته که آدم گنده مرده نداره بله باز انشالله 100 لایک شوه میگم تو هم لایک رو سطح کنی بگم تو همش مقصد چی بود همه خوب ساز تینج جبار میدیا برادر باز میگم تو همه خوب چوکره که حسن جان سازی تینجی زمزم عمره خوب هستی تینجی کنده بزن که فایده پسند ببینی سلامت باشی برادر کدمی ایس پرو خب 20 لایک دیگه کنی بعد بگم مکن انشالله 20 لایک دیگه امیدوارم خوب این نمیده یان باش باز میگم تو هم 100 لایک نگه دارم سلامت باشی برادر جانوی من نگه کنی دوستان مهربان خوب هستی تینجی خوراک همت خوب است بجوری خیر موجود دوستان مهربان نگه کنی که ساعت چی صحبت میکنیم حالا خیلی بهتشته الحمدلله همه خیلی بهتشته برادران مهربان برادران عزیز پدران مادرانی که قدر میکنی قدردانی است من نمیدونم در پس اکران کشتگی باید همی صحبت که کریم در افیر باید بهت اکورات نگب زنیم یعنی سخن دانسته گو تا دوست را دشمن نگردانی بوی موی جولیان آید همه یا کنه اوش باید تگه میگن کو زبان در دهان پاسبان سر است نگه کنی برادرها مقصد ویدیویی که من کردم من از میمونمش نگه کنی مقصد ویدیوی ما دیگر چیز بود متاسفانه مردم ما بسیارش همش کنه بسیارش 70% عقلشان در چشم در گوششانند به کدام خاطر یک چیز نادانسته و ناگفته و نادیده در آبها میبردارند ما مقصد یاد اینه برادر اهل‌دین نویسگی که بلاگرها همه وقت لایک میگن مقصد که حاضر نتی 114 لایک کردی به خاطر لایک ت دیگران میبینن تسته بسیار میشود همین پرسموتر ویدیو باشه یا که در افیر آدم بسیار میدونه خوب
به همون خاطر اساس من میگم تو برادرها پایان شب سیاه سفید بله ناز نشان تو میتیم نگاه کنیم آنکه به خاطر همون برادر با یا لایک دیگر شپید ساتش کنه باز نشان میتیم این همین ویدیو را دیده حالا اگر رکلام تیار شوند نشانتون میتیم دیگه کنیم میگه لایک قمار حرام لایک ده قمار خدا خیرت تیا خدا خیرت تیا کجا سازی خوبه الحمدلله با دعای شما گشتیم وازی گپ زنه یا سوالات رو نویسی انشاءالله حرکت میکنم باشه وازی نگه اگه نشان تو بتیم این همه ویدیو را دیده یا همین از بار در روسی برای همین ویدیو میروه همینجا روی همین اکران بخونه شخصانی که میخواهید پس از مرگم یادم کنید من همانم که پیش چشمانت دعاگو نگاه کنید برادران عزیز همین شخصایی که بعد مردن میگه اوه بابا جون بچه خوب بود یا گنده بود یا که زیق میشه یا خیا که دعا میکنه نه تنها من پروستو برای چی خدمت مثال آوردم صورت های خدمت موندم به خاطر آنه که یک از دیگه نرنجه یعنی مقصد ای بود که در زندگی به قدر همدیگر برسه دوستان مهربان در زندگی به قدر همدیگر برسه والله قسم این دنیا کیرو هیچ نمیشه من همون مقصد داشتم که تا بیدار شوند بسیاری آدم مخواه در پیش چشمش میبره پروا نداره مقصد از این بود که در زندگی به قدر همدیگر برسه به قدر پدر مادر به قدر اکا به نام خدا قسمه گفتم گپو من ملو نیستم هم پروستا کوچگی گام میزنم از تجربه حیات میگم اکا برای زمین مادر به اپا به خواهر به فرزند اکا به دودر به بچه دودر به یک تیکه زمین قهریه یا برای یک خانه یا برای یک آب یا برای یک پل مقصد ای بود خوب برادر جون عزیز مقصد این است که پسردنیکایی که میگه چه سوم حلال میگیرن من مثال میگم که برادری عزیز تو پسردنیکی این همینجا میای می خونه را شپکلاف کم میکنی تو کار نداری وای کار میوه کارچلان است وقتی کارچلان است کار میوه بترس میگه که برادر عزیز این همینجا ده 300,000 میزنیش میگه ها وای او خزانه 450,000 میگیره اون مردک ریسک میکنه پگر است او خزانه نمیکنه همیا میکنه یا در یوتیوب بعد میپرتویش یا در اینجا یا در اونجا و هم ریسک میکنه سلامت باشه کدمت خواب داری بری خواب کنی عبدالجبار نویسه اویا کسی با وجود نشده شینه برادران ما دهمی همه برادرها رکلام میکنیم اما دهمی گم میزنم دوستم خیلی لنگری بوی خوی تنجید میدرو افیر نمیفهمیدگیش احمده نمیفهمیدگیش پروا ندارم برادر جون پرواشو ندارم خدا نیستم کنم پروستو میگم که برادرو پگای این وقتی من موندمش در اجیدنی پگای خستم یک 46 تا الله عالم 48 تا پرافوشنی بود اما مقصد از این بود که در زندگی به قدر همدیگر برسیم به خدا یک سوال بتیم لبایم ملکه یک دو کنده حقیقا گیرم باشه به همون خاطر ویدیو بود من اونجا برای یه لایک نبود برای خیب نبود من تک الحمدلله ویدیو هم پرسموتر میگیرم اون همون عبدالجبار میدیاره پرسه عبدالجبار میدیاره پرسه میگه که بلیت چنده
Білет پرسه اونم ابجبار میدیا نویسه اونم بالاش نویسه که 963 933 12 با اون خطوط برادرها مقصد ویدیو یعنی ویدیوهای تربیوی حرکت میکنیم که اودیتوریو کلونش دستین الحمدلله ابونچی و برادرانی هستین اینجا 270 کس شتگی شما ببینید که اگر هم شما نشینیم من میشین به همین یوتیوب نگاه میکنم هیچ شکی ندارم من میبرم میرم الحمدلله هستن شما فکر نکنید که از همین ویدیوهای ما یگان کس یگان چی نمیگیره یک کس میفهمه ای هزار کس یک کس با ما را بس الحمدلله امیدوارم سازای خوب اینه اینجا خیلی فاد بشیده الحمدلله پگای انالیز کانال دیگه دوره همیشه میسپاریم بعد چی میداریم بعد ان شاء الله بعد اپیراس دیم شد تیوری میبینیم علیکم سلام سلام علیکم سلامت باشی علی زمانو سلامت باشی اکا ویدیو برادرش خواهرش رو 25 سال در خانه محکم کرد دیدین نه ندیدم چون این ویدیو را السلام علیکم و رحمت الله زمزم خیل زمزم عمر برادر یاردمش کن کی او برادر این در همین عبدالجبار میدیا نویسه 25 سال محکم کدگی کدوم ویدیو پرتوش برادرمون یک اکسپریمنت گذروندم یک سنجش گذروندم پگا ویدیوش ممکن پرتم نگاه کنید من از نشون تو میتیم چه من کدگیم اکنون همین ویدیو هم افیرام هم همش دهقانی هم بخشش که اگر بسیار لرزوندم نگاه کنید این همی نگاه کنید که خونه مردک خونه همی خیلی زنک نباشه نمی چی میگن پسوده مسوده موی بنان منج پرتگی نیجا اوقات خورده مالی هم تموندگی اینجا تلویزیون خیلی رفته استه این همیجا تازه یگان چی نیست همه 100% تازه بود اما یک روز یک جا دیدم انت ملخ کشیده برده شده یعنی شب ملخ ایجاد اومده میخواد ارسی کولا را ده همجا ریختم اون فانتا را ریختم این همجا دیده شده نه دیسته نه ریختم یک ها گوشت مرغ بریدم در همجا موندم ببینی همجا چقدر مورچه شد انا که تا سحر اوجه قریب یا نیم ساعت شد نمی یگان چیز نبوده خونم مورچه پورچه چی نبوده اول ویدیو کردم بعد یک بار همجا دیدم چیکار کرد موندمش دیدم یک تا پیداش یا اکه الله خودش میدونه ای از بوش میویا یا از نمیدونم از چی از کیم کجای نگاه کوجه تراس بستن نم تراس بستگی نه هم تا رفته اومده شده من نمیدونم یک خدا خودش میدونه این همیشه هیچی نبود اما همیام تا تراس بستن اینا دیگه که هو با او کنجی داره پول تراس بستیان نمیشه میخرن نمیدونم چیکار میکنن انشالله خداوند دخترای غریبه مادرای مهربانه مادرایی که میان کار میکنن چیکار کنن اکا زمزم عمر اکا حسن جان اگر که در کانالت باشی چی کن بدرو دامو بدرو دامایو بعد روید میکنم سیلکا بدرو پایبست کنیم بابا جان با ما دکارا بلیت عبدالجبار اونم نویسته سوال مردم ها سوالش جواب بنویس عبدالجبار من ایش جرگتول رحمت کلام برای خدمت الله شما راضی زنی شما فهمید زنی شما فهمید پرتافت منا خداوند صبر بده مادر مهربان برادری که میگه زن میگیره احتیاط باشه اکا سه دخترک داره خونن نداره من نمیدونم من هازمو دینمو خواهرا را پرتافتم الحمدلله در بین 20 چند مینوت برمدم برادرو خونش این نواز امروز ای مسکو پریدن دینه شو امروز در پیش و خودم خچون گپ زدم پگا دیگه خونش میخرن در نویه رش در غرم همو سه معیوبه ان شاء الله میگیرنش اکو دیگه نمیدونم شهنازه محمدی چی محمدی محمد امین اونا خداوند حفظت کنه چی مشکلی داره پن کودک داره میگه چیکار کنم کجا رو اکا کانالی قربان علی سفر رو تماشا کنید انشاءالله ما راستش رو تماشا نمینم بابا جان چی ویدیارتیم
تشویشتون خیریت دروغ ده. نه، مقصد ویدیوی ما ای بود برادرای عزیز که در زندگی به قدر همدیگر برسه. مقصد همین بود تمام. ما برای رکلام و خیب نبود. رحمت خدا کدمی دستگیری کرده دعا کرده. مقصد از اینکه این حال من قطع شما صحبت کرده شدم پگاه شاید یه آواریا میشه. این مرگ در همین گرد اطراف است. شاید از دنیا میگذریم. نه، مقصد از این ویدیوی ما ای بود که در زندگی به هم قدری همدیگر برسید. در زندگی با میمر بچه خوب بود، بچه تری بود، علاقه دعاش کنی، بعد ویدیو کنی سر میشه و بعد ستوریز کنی و بچه اخی هم نمیشه. هم پدر مقصد از بابا جان نبود. مقصد که اکا و دادر داری، مادر داری، پدر داری، اما داری، ینگه داری، خفش کرده در زندگیش زنگ بزنی امای جون پدر بخشی. این هم مقصد می بود. این هم مقصد همی بود. بعد مرگم گاه گاهی با دعا یادم کنی بر سر خاکم روی و فاتحه شادم. فهمیدی برادر جان عزیز؟ مقصد از این بود که شخصانی که در غریبی هستی، نه تنها در اسیا، در تمام کل دنیا یا در قشلاق‌ها خواهش میکنم از هر یک کدام شما به قدر اکا، دادر، خواهر، ینگه، عمه، پدر، مادر برسید. کدمیت گم نزده. میدونم برای ما هر روزه میبینیم. این مردک او روز یک کس ویدیو کرده بودم 8.5 ماه به پدر گم نزده، 8.5 ماه به مادر گم نزده. اومده زن داره، 3 فرزند اوجا داره. زن داره 3 فرزند. به خدا من دروغ نگفتم. با اومده جدی میاد دخترک گرفته، زن دیم که با زنی چون که بده خاک به قضای الهی طلاقش کرده، بیوه گرفتهشه، اوجا شکمکش حامله دار. 8.5 ماه با اهل بیت گم نزده. این ایشه چی میگی؟ به هم خاطر خواهش میکنم. مقصد ویدیو همین بود که پیش ای مردن پدرت، پیش ای مردن مادرت، پیش ای مردن دادرت اکد زنگ بزنی، هم صحبت چه بره بیایی. این بعضی چیزای حیران میشه. من با او درجه دیدم، با او درجه دیدگیم که مردک در این شهر یکترینبورگ مردک زنگ گرفته او ورده یک صغیره را، یک کمبغل، فکر کنی که زنگ گرفته کمبغل او ورده. خداوند میگه گناهش ستر که تا روز قیامت که من ستر کنم الحمدلله. نه برو وردمش رو اکران. زنگ گرفته بخشش کدام سوال نمیشه، سوال میگم تو جواب تو میگم. زنگ گرفته او ورده خواهرش که 3 تا اپا و خواهر بودن. یا تاش مایداک سیم 3 بوده، 4 بوده، یا تا گشتیم 5 6 7 بوده. این دختره گرفته اومده. اومدیم وقت زندگی کردیم. خواهری مایدا کلونیش 16 سالش ده. ای ده گودک داره اپاشو. خواهر او گاورید کرده، یعنی که قایسنگلش میشه واکو که خواهر حسابای او گاورید کرده برده زینوش کرده. وقت زن یکم درک میو میگه که مقصد خ جنگ جنجال میبردونن قطعی همه زندگی میکنن. قطعی همه میگم فورد همین خنه فورد قطعی اپا و خواهر، قطعی اپا و خواهر در یک خانه مثل همو فویشهایی که طرف اروپا میکنن در یک جگه با یک مردک با 2 زنک. این هم خیلی زندگی میکرده. چه خیلیش میفورده شو هم خیلی زندگی میکردن. اگه میباشید یک خواهر رو بسیارن نمیگم چیکار میکرده. قطعی اپا و خواهر. او اپا ای اپا 6 کودک شده، ای دیگری یک دخترچه. وقتی که با خواهر سیمگی کلون میشوه میارنش برای هیچ کنه دارن. او وای رسیدن سر میکنه که دیگه او زنک طاقت نمیکنه. با ما میبرویا. مینه نمیکنیم، آدما را روی میکنیم. آدما او مردک در کار میروه، آدما همو 6 کودک قطعی 3 اپا خواهر میدزدن میارن بجا میکنن. او مردک زنگ زدیم با همو زن یکم دلش سوخت، گریه و ناله کرد، نکشش نزنیش ترمش نکنی، کودک بشش کودک جا میرم. حیاتی اپا یکم هم سوخت، این دیمش سوخت، این سیمش هم سوختنی بود. اما چیکار کردیم؟ خاک بودیم به خاطر خدا.
гуноҳ шапшундем ав хоҳаро бирафтан айдими зиндагишу қатина вай бо ая духтара ба зино ина итизора мо мебинем не ки ҳама халқим барои миллати худ бо шарманда мешава не аммо як видео кардем барои як тарбия барои як мақсад аз ин ки оҳ бача бобоҷон 88 мирдай ман ҳамҷо дар ҳолати навистагӣ будам дар болош ки шахсоне ки баъди мирданам зиқ мешавӣ ё ки ёдӣ мекунӣ ман ҳамонам ки ҳозир биё агар гунаҳгор боша миллион бор бахшиш мепурсам гуноҳ карда боша биё бибахшам ту ба ҳамон хотир хоҳар як каса мегирӣ модар як каса мегирӣ духтар як каса мегирӣ фикр кун мо ҳар як хоҷагӣ барои худаш вазнини сангию ҷангу ҷанҷол дорад бародари азиз зур ту намераса зани дием нагирӣ ба худо қасамай ҳамин зур ту намераса нагирӣ ҳаёти мардума насӯзӣ ба ҳамон хотир илтимос хоҳиш мекунам нагирӣ ҳаёти мардума насӯзӣ баъзе хоҳарое ки барои як хоҳароам гунаҳгоранд барои пул шида ҳаёти бачаҳоёша медона ки ҳамаи ин ҳамин духтаро ҳастанд хоҳарон худо бахшашу асла ҳаёти сӯхтагия шавҳараш мирдагия ё ҷудо шудагия меояд бачаи 18 сола 20 соларо фанду фиреб мекунанд ҳастанд ман дидагиам бо ҳавоӣ нагуфта истодам бачаи 18-20 соларо мегира ана кутад зига занагӣ сур ҳаёти вая месӯзад хоҳарои хелм ки шавҳар дидагиянд яъне ки ба гапи кӯчагиш бевоҳо бигем баъзе хоҳаро сахт нараса ҳаёти бачаҳоёша месӯзанд ҷодугӣ қавру бола ҳама чиза мекунанаш ҳамаи корро мекунанд ӯ бачара ҳатто як ҷураи хидма карда буданд мисли як дена як гов шида буд охир мегӯяд Москва мегӯяд ту гирифтӣ мо нагирем охир мо астағфирулло биё хафат накунед бародарҷон гапҳои сахт медонам яъне гапҳои коғазпечанд дар инҷо нагӯмад майлаш кия гирифтам ахмақ ҳамин як зан дорам алҳамдулилла шукр карда хубем барои зулм намераса Атигул Ризоева чӣ ёрдам карданд дар кор модари меҳрубон